زمانی که شما دستگاه تصفیه آبتون به دستتون میرسه، معمولا توی بسته‌بندی دستگاهتون یک دستگاه، یک پک نصب، اتصالاتی که نیاز داریم برای نصب دستگاه، لوازم مورد نیازش، اگر دستگاه اسموز معکوس یا ممبراندار باشه، حتما یک مخزن که معمولا بعضیا تصور میکنن که مخزن برای ذخیره آب هستش، در صورتی که اصلا اینطور نیست. مخزن یکی از اجزای مهم دستگاه‌های ممبرانداره. یعنی چی؟ یعنی چون ممبران تحت فشار بالا و قطره قطره آب رو تولید میکنه، این مخزن برای اینه که زمانی که شما میخواین آب رو از روی شیر روی سینکتون برداشت کنین، قطره قطره خارج نشه که یه مقداری اذیت بکنه شما رو، با فشار بیاد مثلا یک لیوان آب رو تو چند ثانیه پر بکنه، نه چند ساعت. که توی پک دستگاه لوازمش که برای ورودی آب به دستگاه هستش و خروجی منظور بحث پساب دستگاه هستش. چون دستگاه‌ها یه آبی که وارد دستگاه میشه به یا تبدیل میشه به آب تصفیه شده قابل شرب، و قسمت بعدیش هم پسابی هستش که معمولا آب شور هستش، باید به سمت فاضلاب هدایت بشه. ما اتصال فاضلاب هم توی پک براتون گذاشتیم. روش نصب خیلی راحته. اگه خودتون یه مقدار به اصطلاح دست به آچار باشین، میتونین با این اتصالات دستگاه رو راحت نصب بکنین. اما اگر احساس کردین که کار سختی هستش یا یه مقدار براتون مشکل هستش، میتونین هم با همکارای ما که روش مشاوره گرفتن از همکارای ما رو کارت گارانتی که توی همه دستگاه هستش ثبت شده ارتباط بگیرین که نصابی که توی شهرتون و منطقتون هست رو بهتون معرفی بکنن، یا اینکه تماس بگیرین آنلاین یا به صورت تلفنی راهنماییتون بکنن که هر اتصال کجا باید نصب بشه. اما بهترین کار اینه که کسایی که خبره این کار هستن، ما توی 380 شهر تا امروز که دی ماه 1402 هستش نصاب در شهرهای مختلف ایران داریم. حالا بریم ببینیم که داخل این پک نصب ما چه قطعات و اتصالاتی هستن که نصب رو برای شما راحت میکنن و دستگاهتون رو راه اندازی میکنن. ابتدا بریم ببینیم که داخل این پک نصبمون چه قطعات و اتصالاتی هست. قطعا یه متراژ مشخصی از شیلنگ هستش برای برقرار کردن اتصال آب دستگاه، چه ورودی چه خروجی. یه آچار باز و بست هوزینگ های فیلترها. یه سراحی ورودی هستش که معمولا توی پک ها فعلا به صورت پلاستیکی قرار میگیره، چرا؟ چون هم بهتر آب بند میشه نسبت به فلزی ها و همین که ضربه خور نیست، اگر بیفته دستتون نمیشکنه. ولی خاطرتون باشه که قطعا این قطعه یک بار مصرفه، ارزش چندانی نداره. پس اگه مستاجر هم هستین یا خونتون جابجا میشه، به راحتی بذارین برای نفر بعدی که میخواد دستگاهشو وصل کنه روی شیرالات بمونه. یه شیر ورودی هستش که این شیر با اتصال به سراحی ورودیمون آب ورودی به دستگاه رو تأمین میکنه. شیر مخزن روی دستگاه و بست یا کمربند فاضلاب که شما بتونید خروجی یا پساب دستگاه رو به سیستم فاضلابتون متصل بکنید. همراه دستگاه و پک نصبی که براتون ارسال شده باید یک مخزن و یک شیر برداشت روسینکی هم خدمتتون ارسال شده باشه. ما همیشه توی جوی مارکت سعی بر این داریم که دستگاه ها رو کامل و بدون نقص ارسال بکنیم تا زمان نصب به هیچ عنوان به هیچ وسیله اضافه‌ای احتیاج نداشته باشه. مخزن هایی که رو دستگاه تصفیه آب خونگی نصب میشن از نوع تحت فشار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این مخزن وقتی براتون ارسال شد، شیر مخزن که روش نصب میشه تحت فشار هستش. بالای مخزن همیشه آبه و توسط یک دیافراگم بخش پایین مخزن که هوا هست جدا شده ازش. همینجوری که نگاه میکنین یک والف باد زیر مخزن هستش تا اگر کاهش فشار توی قسمت باد داشتیم با این بتونیم اون فشار رو جبران بکنیم، باد بزنیم، فشار مخزن بیاد بالا. به این نوع مخزن ها اصطلاحا میگن مخازن تحت فشار. شیر مخزن رو هم که خدمتتون ارسال شده روی دستگاهتون نصب میکنین و به دستگاه متصل میکنین. در کنار اون یک شیر روسینکی هم براتون ارسال شده. ما معمولا روی دستگاه‌های فولمون یعنی برقی هامون این شیر رو از نوع اهرمی یا فانتزی ارسال میکنیم. هم ظاهر شکیل تری داره و هم کیفیت بالاتری. شیر دستگاه قابلیت چرخش 360 درجه و
اهرم باز و بسته کردن شیر. روی دستگاه‌های مکانیکی معمولاً تو قیمت پایین‌تر دارن، بعضی‌ها فقط میخوان که یه آب سالم‌تری استفاده کنن، هزینه هم براشون مهمه. شیر ستاره‌ای ارسال میشه. شیر ستاره‌ای هم کارکردش مثل شیرهای اهرمی هستش، با این تفاوت که یه مقدار سبک‌تره و نوع شیرش هم دیگه اهرمی نیست، مثل این به صورت فلکه‌ای یا ستاره‌ای هستش. فراموش نکنید اگه یه روزی شیر آب تصفیه‌تون به مشکل خورد، چک کرد، نیاز نیست کامل شیر رو تعویض بکنین. وارد سایت جوی مارکت بشین، کلمه مغزی شیر رو سرچ بکنین، ما براتون یه مغزی شیر یا خود کارتریجش رو و یا با دسته کاملش رو ارسال میکنین. هم هزینه زیادی به شما تحمیل نمیشه و هم به راحتی شیرتون تعمیر میشه. دستگاهی که شما از جوی مارکت تهیه میکنین قبل از ارسال و توی فرایند تولید توسط تست باد آزمایش میشن تا مطمئن بشین که هیچ گونه نشتی ندارن. این تست باد 24 ساعت قبل از بسته‌بندی انجام میشه و بعد از اینکه مطمئن شدیم که هیچ نشتی وجود نداره دستگاه رو بسته‌بندی میکنیم و ارسال میکنیم. نشونش هم به این صورت هستش که گیج فشار دستگاه باید بالا باشه که نشون میده قبلا دستگاه روشن شده. بازم تاکید میکنم توی دستگاه برای تست ما آب قرار نمیدیم، با هوا تست میکنیم. پس برای همین وقتی من در پوش کورکن یکی از اتصالات رو باز میکنم، این صدا یا این صدا باید از دستگاه شنیده بشه که نشون میده که توی دستگاه همچنان باد یا هوا باقی مونده، پس نشتی نداره. روی دستگاهایی که از سایت جوی مارکت خریداری میکنین اتصالات مونتاژ دستگاه از نوع فیتینگی یا اتصالات سریع است. منظور از سریع اینه که دیگه خیلی به راحتی میتونین شلنگ و اتصالات دیگر رو توی این کانکتور متصل بکنین و نیازی به پیچ و مهره کردن نداره. برای همین بهش میگن اتصال سریع و به راحتی آب بند میشه که توی همه دستگاه استفاده شده. همونطور که میبینین برای خروجی مخزن از این فیلتر باید استفاده بکنی. یک سراحی هستش که از طریق شیر مخزنی که روی مخزن نصب میشه و با یک شلنگ به اندازه که نیاز دارین شلنگ رو برش میدین و به این سراحی متصل میکنین که آب مخزنتون رو تامین بکنه. روی قسمت فاضل آب هم یک درپوش دوباره که از نوع اتصال سریع هستش یا کویک که وصل میکنین به سیستم فاضل آب شهریتون و طبیعتاً برای خروجی و آب تصفیه شده یا آماده شربتون هم این اتصال رو خارج میکنین و شلنگ رو متصل میکنین به شیر روی سینک. در کنار پکی که برای نصب دستگاه خدمتتون ارسال شده، فیلتر اصلی دستگاه تصفیه آب شما، همون فیلتر ممبران اسموز معکوس هست، هم به صورت جداگونه توی کارتون قرار گرفته و شما باید مطمئن بشید که حتما فیلتر ممبران رو به صورت صحیح داخل هوزینگ یا محفظه مخصوص ممبران قرار بدید، به نحوی که وقتی درب هوزینگ ممبران رو باز میکنید برای گذاشتن فیلتر داخل هوزینگ ممبران واشر سیاه رنگ باید به سمت درب باشه. فیلتر ممبران رو قرار میدین، مطمئن بشین که تا انتها وارد محفظه شده و دوباره درب محفظه فیلتر ممبران رو محکم میبندید. توجه داشته باشین که فیلتر ممبران از یک کاغذ با تکنولوژی خاصی تولید شده که دارای منافذ بسیار ریزیه و به هیچ عنوان نباید ذرات زغال از فیلتر دوم ناشی میشن وارد این منافذ بشن. چرا؟ چون به اصطلاح این ممبران کیپ میشه و فرایند تصفیه رو نه تنها انجام نمیده بلکه حتی بدتر هم میکنه. پس باید همیشه مراقب فیلتر ممبران و اگر زمان تعویض فیلترهای دستگاه شما رسیده مطمئن بشین که دارین فیلتر رو به درستی تعویض میکنین، یعنی آب سیاهش رو خارج کردین و اجازه ندادین وارد منافذ ممبران بشه. محفظه ممبران دارای یک ورودی و دو خروجی هست. ورودی از بعد از فیلترهای پیش تصفیه، یعنی بعد از اینکه 3 مرحله فیلتراسیون انجام شد آب وارد فیلتر ممبران میشه و 2 تا خروجی که داریم، یکیش آب تصفیه شده توسط ممبران اسموز معکوسه و یکیش فاضل آبه که فاضل آبمون از طریق این قطعه باید به سیستم فاضل آب بده. من اینو از نزدیک بهتون نمایش میدم. ببینین قطعه درین یا کپسول فاضل آب دستگاه برخلاف قیافه ساده‌ای که داره اما یه کار خیلی مهم رو انجام میده. یه عدد روی این نوشته شده. عدد 300 به معنای اینه که فقط در دقیقه 300 میلی لیتر آب رو اجازه خروج میده
یعنی پس فشار پشت ممبران حفظ شده. باید برای دستگاه تصفیه خونگی از درین با فلو 300 استفاده بکنید. جهتی هم که روش هست جهت حرکت آبه، پس خروجی هوزینگ ممبران به ورودی درین و خروجی درین به این طریق از طریق شلنگ به مقدار و متراژ مورد نیاز به سیستم فاضلاب شهریتون میره. روش کار با فیتینگ ها هم به این صورته که شما شلنگ یا درپوش رو وقتی که روی دستگاه میذارین یا برمیدارین، برای خارج کردنش حتما باید این رینگ که دور این محفظه هستش رو فشار بدین داخل تا این آزاد بشه. خیلی‌ها به اشتباه محکم میکشن بیرون این قسمت رو و اینو فشار نمیدن که این باعث آسیب زدن به قطعه فیتینگی دستگاه میشه. خب بریم سراغ راه اندازی کلی دستگاه. فرض رو برای میگیریم که الان شما ورودی رو متصل کردین، خروجی ها رو متصل کردین که یکیش بود مخزن، یکیش بود کپسول فاضلاب و آخرین مرحله فرق نمیکنه چند مرحله باشه دستگاهتون. شاید ممکنه دستگاه شما دستگاه 8 مرحله یا 9 مرحله باشه. آخرین فیلتر به شیر مصرفتون میره، اونم متصل کردین. حالا میخواین دستگاه رو راه اندازی بکنین. دو شاخه برق رو دارین و قبل از این که دو شاخه رو به برق بزنین باید مطمئن بشین که هوزینگ شماره 3 رو باز کردین تا الان که میخواین دستگاه رو روشن کنین آب زغالدار فیلتر مرحله دوم وارد فیلتر مرحله سوم و ممبران نشه. به چه طریق؟ یک آچار تو پک راه اندازی شما براتون ارسال شده که برای باز و بسته کردن هوزینگ های پیش تصفیه‌تون هست. شما هوزینگ شماره 3 رو به راحتی با آچار باز میکنین. خیلی کار سختی نیست، نیاز به فشار زیادی نداره مگر اینکه به موقع تعویض فیلتر انجام نداده باشین و باعث رسوب روی رزوه های هوزینگ شدین. فیلتر شماره 3 رو که باز میکنین به همون طریق فیتینگی که عرض کردم خدمتتون میتونید این اتصال رو بکشین بیرون و قسمت خروجی این شلنگ رو توی یک ظرف شفاف مثل یک پارچ قرار بدید، یا اگر هم نخواستید همین که هوزینگ رو باز کردین کافیه. شما پارچتون رو زیر این محفظه قرار بدین، دستگاه رو به برق بزنین، آب ورودی هم که باز کردین. این آب سیاه ما اصطلاحاً میگیم اینقدر سیاهه شبیه به رنگ نوشابه است چون که زغال داره دیگه، تقریباً بین 4 تا 8 لیتر. یه نکته خیلی مهم رو بگم خدمتتون، بعضیا فکر میکنن این آب سیاهی که از دستگاه خارج میشه یه چیز مازاد و زشتی است، در صورتی که هر چقدر آب سیاه یا گرد زغال فیلتر بیشتر باشه اون فیلتر کیفیت بالاتری داره به خاطر اینکه زغال بیشتری داره. متاسفانه بعضی شرکت‌ها به اسم زغال میان از زغال سنگ استفاده میکنن و این زغال سنگ عملاً گرده‌ای نداره و مشتری فکر میکنه که این کیفیتش بالاتره، در صورتی که اینطور نیست. زغال واقعی گیاهی گرده خروجی بیشتری داره که البته حتما باید شسته بشه و وارد فیلتر ممبران نشه. پس شما آب رو باز میکنین، دستگاه رو به برق میزنین، فیلتر شماره 3 رو یا از این طریق خارج میکنین یا از طریق خارج کردن شلنگ اتصال 2 به 3 توی یک ظرف شفاف قرار میدین. آب سیاه که تموم شد، آب به اصطلاح شفاف و زلال شد، دوباره از برق میکشین دستگاه رو، شیر رو میبندین، منتظر میشین آب قطع بشه و محفظه رو سر جای خودش قرار میدین و حالا اگر شیر رو باز کنین دستگاه رو به برق بزنین، آب بعد از فیلتر مرحله 3 وارد ممبران میشه. تازه فرایند تصفیه شروع میشه. تا الان هرچه بود فرایند پیش تصفیه بود. اما قبل از اون یه توضیح بدم خدمتتون که چرا دستگاه هایی که از شرکت جوی واتر یا فروشگاه جوی مارکت خریداری میکنین فیلتر شماره 3 شون به جای فیلتر زغال بلاک از فیلتر الیافی استفاده شده. ما فرض رو بر این میذاریم که فیلتر شماره 2 شما فراموش شد که آب زغالش گرفته بشه، آب سیاش گرفته بشه، هرچند که فیلتر شماره 3 که قدیم در دستگاه استفاده میشد الان دیگه کارایی نداره. وظیفه فیلتر 3 کربن بلاک این بود که ترکیبات نیترات دار رو بگیره، اما الان دیگه توی فرایند تصفیه صنعتی تصفیه خونه های شهری نیتراتی باقی نمیمونه که فیلتر 3 بیاد انجام بده. پس بهتره که به جای فیلتر کربن بلاک از فیلتر پپه، حالا ما اینو اومدیم به شکل فیلتر 3 در آوردیم، یعنی توری گذاشتیم، گپ بالا پایین گذاشتیم که شبیه کربن بلاک بشه، اما پپه است، یعنی جنسش
همون فیلتر الیافی شماره 1 که اگر فراموش کردین فیلتر شماره 2 رو تخلیه بکنین از آب سیاه، یا این که تخلیه کردین و در اثر یه تکون کم یا جابجایی زیر کابینت اون زغال‌هایی که در موردش صحبت کردیم دوباره شکست، این فیلتر الیافی جلوی اون زغال‌ها رو بگیره و وارد ممبران نشه. برای بحث ممبران هم وقتی آب وارد ممبران شد و اون دو خروجی یعنی آب تصفیه شده و آب فاضلاب رو ازش گرفتیم که البته فاضلاب به سیستم فاضلاب شهری و آب تصفیه شده ازش خارج شد، باید در نظر داشته باشین به آب تصفیه شده ابتدا وارد یک سوئیچ میشه که به اصطلاح بهش میگن سوئیچ های پرشر یا فشار بالا. وظیفش اینه که اگر فشار آب به قدری بالا رفت که دیگه دستگاه نیاز نیست تولیدی داشته باشه، اتوماتیک دستگاه رو خاموش بکنه. یعنی چی؟ چون که از اینجا به فیلتر شماره 5 ما میخواد آب وارد بشه و فیلتر شماره 5 مون از طریق سراحی به مخزن وصله. زمانی که مخزن پر شد دستگاه این فشار بالا رو احساس میکنه، یعنی این قطعه های پرشر فشار بالا رو احساس میکنه و دستگاه رو خاموش میکنه. دیگه نیازی نیست استهلاکی به دستگاه شما وارد بشه تا زمانی که شما آب رو از روی مرحله آخر یا شیر مصرفتون برداشت کنین، کمبود فشار توسط سوئیچ فشار بالا احساس بشه، مخزن تخلیه بشه و دستگاه مجدد روشن بشه برای تولید آب جدید. ممکنه توی خروجی که دارین برای اولین بار باز هم یه مقدار آب به صورت کدر رنگ یا سیاه رنگ بیاد بیرون. اصلا بابت اون نگران نباشین، چون این دیگه بعد از ممبرانه و دلیلش هم وجود فیلتر پست کربن هستش. فیلتر پست کربن هم داخلش زغال هستش و دلیل وجودش اینه که اگر شما یه مدت منزل نباشین و آب بمونه و اصطلاحاً بو بگیره، باعث میشه آب از مخزن وارد فیلتر پست کربن بشه، بوی آب گرفته بشه، بعد خارج بشه. یکی دو بار که شسته بشه، اصطلاحاً 2 بار که مخزنتون پر و خالی بشه، زغال‌های فیلتر پست کربن هم شسته میشه و دیگه اون رو هم نمیبینین. پس شما حداقل 2 بار باید اجازه بدین دستگاه مخزنش کاملا پر بشه و هم خود مخزن و هم فیلتر پست کربن شسته بشه و آب آماده نوشیدن باشه. خب مبارکتون باشه، دستگاه شما نصب شده. اما آب یه ذره تلخه. چرا؟ یه لحظه با من بیاین. روی دستگاه شما یه شیر، ما اصطلاحاً بهش میگیم شیر میکسر. کار این شیر چیه؟ شما مدتی قبل از استفاده از دستگاه تصفیه آب داشتید از آب تصفیه نشده یا آب معدنی استفاده میکردین. ذائقتون به اون آب عادت کرده بوده. حالا دارین آب نسبتاً خالص، حداقل 93 تا 95% اون آب خالص‌تر از آب قبلی شده. پس طبیعیه که احساس کنین یه مقدار آب تلخه. این شیر میکسر کاری میکنه که بعد از فیلتر شماره 3 آب مستقیم بیاد سمت مخزن قرار بگیره، یعنی دیگه ممبران تأثیری روی آب نذاشته باشه. شما همیشه سعی کنید که شیر میکسرتون بسته باشه تا زمانی که آب یه مقدار مزه تلخی زد. در اون حالت 1 تا 2 میلیمتر این شیر رو باز کنین که اون تلخی جبران بشه. طبیعتاً بعد چند روز استفاده از آب یا چایی که با آب تصفیه نوش جان کردید، این مزه و این ذائقه براتون تغییر میکنه و دیگه میتونین شیر میکسرتون رو کامل ببندید. پس نگران این نباشین که چرا آب تلخ شده دستگاه خرابه. نه، دستگاه خراب نیست. ذائقه شما هنوز به طعم آب واقعی و خالص عادت نکرده.